ولی خوب میشد اگر شرح بیشتر میدادن که چی ضرورت داریم برای در رو باز کردن برای اسوهای مقامات اجراییه یا حتی قانونگذاری برای کار گذاشتن با پروکراتور. اگه کافی است که مثلا چند سال کار کرده باشد یا این معنی آن را دارد که قبلا در ساحه پروکراتور کار کرده است و بعد گذشت چند سال در قانونگذاری یا در مقامات حاکمیت اجراییه. منظور این است یا اینکه کافی است که دیپلم حقوق‌شناسی دارد، چند سال در پارلمان کار کرده است یا در یگان ساحه حاکمیت اجراییه میتواند پروکرور شهر یا ولایت تعیین شود؟ چون برای من نافهمم که آیا این سببش نرسیدن کادرها در داخل خود سیستم پروکراتور است که ما جلب میکنیم از مقامات دیگر یا یگان سبب دیگر دارد؟ اگر شرح میدادن خوب میشد. تشکر. مرحمت محترم سلیم زاده. تشکر بینیت زیاد. البته شاید این کمبودی ما بود که در برآمد قسمت اولی معیاری مذکور را به دقت وکیلان نرسانیدیم و خیال کردیم که این معیارها در دستیارها هست. در این معیار در قسم ششم ماده 53 قانون کنستیتوسیونی جمهوری ترکمنستان درباره مقامات پروکراتور یکچند شرطها اویدی تعیین شدن به وظیفه پروکرور ولایت مختار کوهستانی بدخشان، پروکرور ولایت‌ها شهر دوشنبه و نفرات تاجیکستان پیش بینی شده است. از آن جمله آمده است که شخصانی تعیین کرده می شوند که یکم سینشان از 30 ساله کم نباشد. دوم در مقامات پروکراتور کمش 10 سال سابقه کاری داشته باشد. یعنی اگر در مقامات پروکراتور 10 سال سابقه کاری نداشته باشد، این شخص به وظیفه پروکرور ولایت شهر دوشنبه نقلیات تاجیکستان پیشنهاد و تعیین کرده نمی شود که از این 10 ساله باید که 3 سالش باز در وظیفه راهبری کننده ما پیشنهاد کردیم. پیشتر بود که تنها در وظیفه پروکرور شهر یا ناحیه 5 سال. متاسفانه حالت‌هایی هستند که معاون پروکرور گنرالی کار میکنند سالهای زیاد و پروکرور ولایت راهبری میکنند و با در نظر داشتی شکل امروزه عمل کننده معیار حقوقی تعیین شدن یا پیشنهاد شدن به وظیفه پروکرور ولایت را ندارد. بنابراین ما لایحه پیشنهاد شده پیش بینی می‌نماید که در وظیفه‌های راهبری کننده مقامات پروکراتور 3 سال یا اینکه بسیار کارمندان ما امروز در ما افتخار داریم که در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به صفت وکیل یا اینکه با دیگر شعبه ها کار میکنند، در دستگاه اجرایی مرکزی حکومت دولتی کار میکنند در وظیفه راهبری کننده و این سابقه کاری هم باید که با سابقه کاری وظیفه راهبری کننده مقامات پروکراتور برابر دانسته شود اگر به شرطی که آنها در سابقه 10 سال در مقامات پروکراتور کار کرده باشند و میتوانند به وظیفه پروکرور ولایت پیشنهاد و تعیین کرده شود که من فکر میکنم این نسبتا بهتر و خوبتر است. فهمو. سلامت باشید. مرحمت باز هست سوال ها؟ نیست.